Rais Karami, the Chancellor of the University, to embrace this priceless utterance. Dr. Rais Karami, please make us proud and accept this stage for your noteworthy speech. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار محترم، اساتید گرامی، دانشجویان بزرگوار، مهمانان و فارغ التحصیلان گرامی. ضمن تشکر و خیر مقدم به شما در جشن امروز که به مناسبت فارغ التحصیلی دانشجویان برگزار شده است، این مراسم را به شما عزیزان، خانواده محترمتان و به ویژه اساتید محترم صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم. همزمانی این جشن با عید مبعث رحمة للعالمین پیامبر ایران رحمت اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند دانش روشن بخش اندیشه است. هر کس دانشمندی را گرامی بدارد بیگمان پروردگارش را گرامی داشته است. و پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هیچ صدقه‌ای از علمی که منتشر شود بهتر نیست. هدف ما از برگزاری این جشن علاوه بر ساختن خاطره‌ای فراموش نشدنی پس از پایان تحصیل شما در اینجا، تشکر از زحمات بی‌دریغ و شبانه روزی شما و اساتید گرامی میباشد. امروز با همکاری و راهنمایی اساتید و تلاش و پشتکار شما فضای افتخارآفرین داریم و می توانیم به فکر برنامه‌های جدیدتر و پررنگتری برای آینده این دانشگاه بزرگ و دانشجویان بین‌الملل باشیم. جشن فراغت از تحصیل به معنای فاصله گرفتن از محیط دانشگاه و دوستان و اساتید نمی باشد، بلکه این ارتباط سرمایه ارزشمند است که بایستی ادامه یابد. بعد از فراغت از آنچه که در دانشگاه به دست آورده‌ایم به شکل درست باید استفاده کنیم و شخصی مفید برای جامعه و مردم خودمان باشیم. توصیه برادرانه این جانب از این زمین است که سعی کنید به طور پیوسته دانش و اطلاعات تخصصیتان را بالا ببرید، وظایفتان را به درستی انجام دهید و دانشگاهی را که در درس خونده‌اید هیچگاه فراموش نکنید. امیدوارم در مدتی که در ایران بودید خاطره خوشی برای شما بوده باشد و امیدوارم که شما برای ادامه تحصیل هم اگر خواستید ادامه تحصیل در رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی و مدارک بالاتر بدید، باز هم دانشگاه ما رو انتخاب کنید. در خاتمه یک بار دیگر خوشحالی قلبی خود را از این برنامه و جشن ابراز نموده و آرزوی موفقیت بیشتر برای شما عزیزان را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Care of my own well-being, health, ability to order to serve, based on the highest standards.
Thank you for all. I'm more excited than you to receive the certificate, sorry. Ahmed Rasuli.